سلام دوستان، شما تا این تنظیمات رو انجام ندید یوتیوب اصلا به شما درآمد نمیده. حتما باید وریفای کنید و تنظیمات لازم رو بهش بدید تا شما رو به رسمیت بشناسه و به شما درآمد بده. وقتی که شما وریفای کانالتون رو انجام بدید و تنظیمات رو به طور صحیح انجام بدید، دیگه میتونید ویدئویی بالای 15 دقیقه آپلود کنید، ویدئویی 4 گیگابایت یا حتی بالاتر آپلود کنید، تامنیل یا کاور بزنید. بعد اگه کپی رایت گرفتید میتونید تصحیح کنید، جیمیل بزنید واسه اصلاح کردن کپی رایت. پس حتما باید کانالتون رو وریفای کنید و تنظیمات لازم رو به کانالتون بدید تا خدای نکرده بعداً به مشکل نخورید. چون اگه بخواید اینا رو انجام ندید شما به درآمد نمیرسید که الکی وقت خودتون رو هدر میدید. پس باید وریفای کنید و تنظیمات لازم رو بهش بدید و من تو این ویدیو واسه شما توضیح میدم که چطوری باید وریفای کنید و تنظیمات لازم رو به کانالتون بدید. لطفاً بمونید و تا آخر ویدیو خوب نگاه کنید که چطور باید وریفای کنید و تنظیمات لازم رو به کانالتون بدید. کل آموزشات من فقط با موبایله که خیلی ساده و روان یاد میگیرید. پس یه لایک بدین، زنگوله یا مشترک شدن رو بزنید تا از ویدیوی بعدی جا نمونید. بریم سراغ آموزش. خب مرورگر رو باز میکنم، بعد تو قسمت سرچ مینویسم studio.youtube.com، چیزی که من از قبل کپی کردم و لینکشم برای شما تو قسمت توضیحات میذارم. بعد میرم صفحه بعد. دوستان دقت کنید، این صفحه که برای شما باز شد پایین صفحه سمت راست یا سمت چپ یه چرخدنده هست به اسم تنظیمات. خب این پایین روش کلیک میکنید، یه همچین صفحه‌ای برای ما بالا میاد. ما اینجایی که نوشته کانال، روی کانال کلیک کردی، این قسمت که برای شما بالا اومد، ببینید تو این کات من کشور مورد نظر خودم رو انتخاب کردم. این قسمتی که شما کلیک کنید، هر کشوری که دوست دارید میتونید انتخاب کنید به جز کشور ایران. خب زیاد مهم نیست، بعدا هم میتونید تغییرش بدید. خب این پایین صفحه که زده کلید گذرواژه، اینجا باید که خیلی خیلی مهمه، باید 6 تا 7 تا یا 10 تا تگ بزنید. مثلا کانال شما آموزشیه، در مورد کانال آموزشی اینجا باید بنویسید که مردم بخوان توی یوتیوب سرچ کنن، اسم کانال شما رو سرچ کنن، خب قطعا کانال شما بالا میاد و خیلی خیلی مهمه و بازدید بهتری میگیرید. مثلا کانال من الان آموزشیه، اینجا میزنم آموزش یوتیوب 0 تا 100. خب بعد پایین صفحه زده برو رو میزنم که به صورت تگ توی همین کارت نشسته بشه. ببینید بعد پایین صفحه زده ذخیره. هر موقع که شما اینو رو تکمیل کردید، این پایین صفحه زده ذخیره، از شما میتونید ذخیره رو بزنید که این قسمت ذخیره برای شما ذخیره بشه. بعد میاد گزینه دوم زده تنظیمات پیشرفته. این قسمت که خیلی مهمه و باید حتما این قسمت رو درست تاییدش کنید. من قبلا انتخاب کرده بودم و بازدید کمتری گرفتم، اومدم اینجا اوکی شد، قطعا بازدید بهتری گرفتم. ببینید اولین گزینه زده آیا کانالی که شما زدید برای کودکان است، دومی زده نه برای کودکان نیست و سومی نوشته هر بار انتخاب میکنم. هر بار انتخاب میکنم یعنی وقتی شما میخواد فیلم آپلود کنید تو کانالتون، یه گزینه میاد بالا که میگه برای کودکان هست یا نه، که زیاد وقتتون رو میگیره. پس از این قسمت بخواید اوکش بدین خیلی بهتر. گزینه دوم رو حتما انتخاب میکنید که نوشته نه برای این کانال برای کودکان نیست. و بعد پایین صفحه زده ذخیره، این قسمت هم ذخیره میکنید. ببینید این قسمت خیلی خیلی مهمه، حتما گزینه دوم رو بزنید. اگه بزنید برای کودکان هست، خب شما قطعا بازدید کمتری میگیرید. شاید به ازای هر 1000 بازدید $1 بگیرید یا کمتر بگیرید، خب یا $0.5 بگیرید. این قسمت خیلی خیلی مهمه، پس دقت کنید. حالا میریم سراغ این گزینه که نوشته شرایط درآمدزایی یا eligibility. خب وقتی روی این گزینه بزنم، ببینید اینجا 2 تا تیک سبز به ما نشون میده، اولی و دومی. خب اولی مال وریفای کردنه، یعنی به ما اجازه میده ویدیو یه رو بیشتر بذاریم، به من اجازه میده تامنیل بذارم، به من اجازه میده ویدیوی بالای 4 گیگابایت بذارم یا حتی بالاتر، به من اجازه میده که اگه کپی رایت گرفتم اصلاح کنم و جیمیل بزنم رفع اخطار کنم. خب پس این قسمت باید سبز باشه، دقت کنید. سومی هم خود یوتیوب به طور اتوماتیک برای شما فعال میکنه. موقعی که 3-4 تا ویدیو
منظم توی 1 ماه 40 روز یا 50 روز آپلود کرده باشی، اون موقع خود یوتیوب سومی هم رو برای شما فعال میکنه. و در آخر این پایین صفحه که زده ذخیره رو میزنید که تنظیماتی که شما انجام دادید رو قبول کنه و روی کانالتون بشینه. خب دوستان، برگشتیم صفحه قبل. اینجا یه سری تنظیمات داره، مثلا لوگو بزنیم، تغییر بدیم، یا اینکه نام بذاریم، لینک کانال دیگه‌مون رو اینجا بذاریم. چه کار میکنیم؟ این بالای صفحه، خب این قسمت کلیک میکنیم. بعد ببین این صفحه که بالا اومد الان صفحه کانالیه که تو اپلیکیشن یوتیوب کانال زدید. خب یعنی الان این عکس پروفایل من، نام پروفایل من، شما میتونید اینجا اینا رو تغییر بدید. مثلا عکس رو میتونید تغییر بدید، کل تنظیماتی که روی کانالتون قراره بزنید اینجا میتونید بنویسید و توضیحاتشون رو تکمیل کنید و در آخر این بالای صفحه انتشار رو بزنید که روی کانالتون بشینه. بعد شما این پایین صفحه که زده افزودن پیوند، ببینید افزود پیوند، اینجا کلیک کردید 2 تا کات برای شما باز میشه. تو قسمت اولش بعد شما مثلا بنویسید اینستا، روی کات دومی که روبروشه بعد بزنید لینکی که از اینستا کپی کردید و بیاد اینجا بزنید. یا اصلا اینستا نه، هر کانالی، روبیکا مثلا، آپارات، هر چیزی که میخواد شما لینکشو بذارید میتونید این قسمت بنویسید. پس اولی میشه اسم اون کاناله و روبروش لینکشو باید بذارید. بعد دوستان دقت کنید این پایین صفحه، میدونید چه؟ این پایین صفحه تو اینستا دیدید مثلا این فیلمی پخش میشه، اسم آیدی، اسم اون پیج رو اون فیلم بالا و پایین میشه. این قسمت شما اگه این تو این کارت یه چیز بنویسید یا یه عکسی، یه چیزی طراحی کنید، اینجا بذارید، فیلمی که توی یوتیوب پخش میشه، اون عکس یا نامی که انتخاب کردید روی فیلم شما بالا و پایین میشه. مثلا به چه دردی میخوره؟ به دردی میخوره که مثلا کسی بیاد فیلم شما رو کپی کنه، ویدیو شما رو کپی کنه، توی کانالش بذاره، اون قسمت مشخصه که این ویدیو مال شما، اسم آیدیتون، اسم پیجتون روی فیلمتون هست، که این قسمت هم زیاد مهم نیسته که میتونن با این هوش مصنوعی میتونن ورش دارن، زیاد مهم نیست. میتونید این قسمت رو پر کنید یا پر نکنید، به دست خودتونه. بعد که کل تنظیمات رو انجام دادید دقت کنید بالای صفحه نوشته انتشار، نگاه کنید اون قسمت بالای صفحه نوشته انتشار. وقتی شما انتشار رو بزنید کل تنظیماتی که انجام دادید روی کانالتون میشینه. خب دوستان، اگه خوشتون اومد یه لایک دمت گرم، لطفاً زنگوله یا مشترک شدن رو بزنید که از ویدیوی بعدی جا نمونید.